به فروشگاهی رفته بودم برای خرید همین تنقلات معمولی. خب بین اون چیزی که خرید بودم یه سطل ماست. من اتفاقی قیمتی که روی این سطل ماست زده بود دیدم. آقای فروشنده وقتی که حساب کرد قیمت ماست رو 500 تومان بیشتر از اونی که روش زده بود محاسبه کرد. منم از سر حالا شوخ طبعی مهم نبود 500 تا تک تومان واقعا به هیچ کار نمیاد. یعنی اگه افتاده باشه زمین آدم زحمت نمیده بخورش همیشه 500 تومان رو برده. به شوخی گفتم آقای فلانی این که 500 تومان ارزون تره که روش. ایشون هم چشم و چشای من دوخت گفت هزار میلیارد میدزدن ازتون صداتون در نمیاد این 500 تومان رو دیدیم. من راستش بخواد خیلی بهم برخورد. ماست رو پس زدم و گفتم که تو دستت به هزار میلیارد نمیرسه و نه همونقدر دزد هست. واقعیت تلخی که در جامعه گاهی پیش میاد این که ما رذیلت‌های اخلاقی رو بدیهای رفتاریمون رو با بدیهای بزرگان توجیه میکنیم. چون همه دزدی میکنن، وزیرمون، وکیلمون، مدیرمون دزدی میکنه، من مجازم دزدی کنم.